بینندگان گرامی تلویزیون شرق گلوبال سلام بر شما. در برنامه معرفی ولایات افغانستان این بار از بدخشان در خدمتتان هستیم. سلامونه نیکی هیله قدرمن لیدونکو، هیله ده چې ټول به جوړ روغ او صحتمند اوسئ. شرق تلویزیون درنو لیدونکو، زه نعمت الله همت یم له هلمند. سلامونه د شرق تلویزیون درنو لیدونکو، جوړ په خیر. امیدوار هستم که در هر جایی که هستین جور و صحت. زه پرویز څرګند یم له کونړه. د خوست ولایت فرهنګ، تاریخي ځایونه او تاریخي آثار دا ځل په شرق ګلوبال ایچ ډي تلویزیون. سلامونه، زه ایمل ظاهر یم. د افغانستان پیژندنې خپرونو په لړۍ کې دا ځل د هیواد ختیځ ننګرهار په اړه درته معلومات در وړاندې کوو. مسجد و زیارتگاه شاهد شمشیره در یک محوطه تاریخی در قلب کابل در کنار دریای کابل قرار دارد. اینجا شهر طالقان مرکز ولایت تخار است. سلام، با یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان پیژندن از تلویزیون شرق گلوبال ایچ دی خوش آمدید. ما امروز به یک جای بسیار جالب دیدنی، پیش از اینکه داخل به یک کوچه میشی، صداهای جالب پرندگان همگی را توجه همگی را به خود جلب میکنه و اینجا را به نام کوچه کافروشی میگن. ما در این برنامه بر شما این کوچه را به معرفی میگیریم. آفرین. کوچه کافروشی نام‌آشنا در سطح ملی و حتی بین المللی و مکان تاریخی است که در قلب کابل جای دارد. در دوران‌های قدیم کافروشی مکان برای خرید فروش کاه و علف بوده است. گفته‌ها حکایت از آن دارد که در گذشته کسانی که از شهرهای دوردست افغانستان حیوانات اهلی خود را برای فروش به کابل می آوردند، در این مکان از آنها نگهداری و اقدام به خرید فروش آنها می کردند. دیگه بیادرام مختلف از هر رقم جای میآید، هر رقم مردم مختلف کسرای هر رقم دارن میارن. دیگه نمی جمعه که میشه بدر مردم چیزی که شوقی است جمع میشه، دکانا همینجا میاین کفتر خود خرید فروش میکنن. کفتر از هر منطقه میاین، از مثالش بدر از چالوسیا میاین، اشوکی میاین، لوگر میاین، از پغمان میاین. دیگه حالا فعلا قسمت فعلا دیگه همین کفترای پتای نخوش دارن. پایتای نمری، شیرازی همیاره خوش دارن مردم. همیاره مردم نگاه میکنن و نصیبگیری میکنن. شوقی نمیدونم که از میاد دیگه محصول بس که کفترهای این کفترها فعلا. مثلا کفتر نباشه سردرد نباشه. خود کفتر که از بدر چیزی است که روی انسان بدر تقویه میسازه. تقویه میسازه آدم. که نباشه بدر آدم همیشه بوشش فکرش دیگه سو میباشه. اگه مثلا کفتر باشه دبام در خانه خود بیارش ترموز چای دم کردیم پیش شیشتیم بیادم کفتر سعی کردیم دل ما بدر شاد میشه. ولی سابقی رقم بود که مردم کابل بود کفتر میگیره و ظریف خدا پشت خانه میامد به بور اول بالا میکرد میشون چای میداد خدمتش میگه بازو به کفتر بر پیش میکرد این کفتر است با پیسه رو بازور به یا بچه خورده میداد یا بعد اون بشقاب میمان بدل پیره دانه بخیر به کفترای سابق این رقم شوق بود این رقم مردم بود حال مردم دیگه هر رقم از بین بچه رو می کفتر باشه اما تو از بیکاری بیروزگاری مردم به بسیاری به کفتر بازی میکنن. دوا سابق دوا نبود، مردمای استادا بود میفهمیدن رقمش در حساب رقم اما چیزی که یاد داشتن از پدرایشان براشون مونده بود امور بعد سرش اجرات نکرد
کفترشان کار میده. حال بسیاری مردم از پاکستان دوا آورده و کس از جلبات کنه قمیص فعلا. بله میگه پاس دانگیری میشه در شب باز بالا میشی. قانون کفتربازی نموز که باید 12 شب بالا میشی، کفترها را چک میکنی جاغرایشه که کام کفتر باید کم پیش است، گشتانده جور است، مریض است. باز بعد رقم از اون پس رو پف میکنی که باید هم یک اندازه شب صبح لابدی باز کار میکنی. در گذشته در پایتخت افغانستان جز کافروشی کابل هیچ مکان دیگر برای خرید و فروش حیوانات، کاه و علوفه وجود نداشت. کوچه کافروشی تنها بازار کوچک برای خرید و فروش کاه، علوفه و حیوانات اهلی بود. دا و ډیر ښایسته ځای دی، ښایسته مرغان خرڅېږي، رقم بلبلان شته پکې و زموږ د بلبلانو شوقي یم ډېر و بلبلان لرم په کندهار کې رقم بلبلان لرم. بلبلان کې دا ټوله څنګه ښایسته ده، ښه ښایسته رقم بلبلان لري. لاس پاره راغلی یم دلې ګرځېدلی یم، مخکې مې شیان رانیولي دي، بلبلان مې رانیولي دي و ښه بلبلان مې رانیولي دي، کوچیان سنګشکن و مرغان کنریانې رقم شیان مې رانیولي دي. کوچه کافروشی کابل از کوچه های تاریخی شهر کابل است که چندین سال قدامت دارد. بیشتر عیاران کابل در محدوده کافروشی کابل زندگی می کردند. تاریخ نامگذاری کوچه کافروشی برمیگردد به زمان حکمرانی تیمورشاه درانی، چنان که در روایات تاریخی آمده است. پس از درگذشت احمدشاه درانی، پسرش تیمورشاه درانی پایتخت افغانستان را از قندهار به کابل انتقال می دهد و این اقدام وی تحولات چشمگیر را در کابل دامن می‌زند. از جمله آن تحولات نامگذاری محلات و کوچه ها در آن شهر است و کوچه کافروشی کابل یکی از آن مکان‌ها به شمار می رود. هر چیز میگه، چیز ترویج بود 10 تا 15 تا یاد میگیره، زیاد نمیگیره بازی. این چکر این خورده او باز می جنس پولندی باشه چی افریقایی او باز زیاد یاد میگیره. ایران پاکستان میاریم. یا پاکستان میاریم باید سودا میکنیم. بودک دیگه گپ بزنم گفتم که 8000 10000 سودا میشه. انت قیاسای گپ نمیره ای 39,000. ای دا 6 ماه بعد. این توتیا را که شما میبینین از چوچگی مردم ها در اینجا میگیرن، بزرگ میکنن و آهسته آهسته صحبت کردن اینا رو یاد میتن و اینا زمانی که بزرگ میشن طور صحبت میکنن که بسیار شیرین، جالب و خیلی خوب. حالا امروز یکشون ما مصاحبه کردیم، یکی شما گرفتم، خواستم که یکم بیشتر دربارش صحبت بکنیم، اما تا هنوز خیلی زیاد خرد است. گپ زدن هم به گفته خود صاحب از توتی یاد نگرفته و به مرور زمان که امروز تمرین صورت بگیره گفته که گپ زدن را یاد میگیره. کوچه کافروشی کابل اکنون دیگر محل برای حضور کاه و علوفه فروشان قدیم نیست، بلکه حالا این محله سرشار از زمزمه های پرندگان زیبا و خوش‌آواز داخلی و خارجی است. کبوترهای زیبا و سفالهای زینتی نیز در این کوچه به فروش می رسد و انواع خوراک‌های سنتی افغانی مانند شش کباب، چاینکی و شوربای پاچه در آن محله پخت و پز و ارائه می شود و علاقه‌مندان ویژه خود را دارند. دیگه بعد غذاهایی که پخته میکنیم بعد اونش از مایده که شما شکمبا میگیم، اینجا مایده میگیم، این دیگه جگر است، یعنی هم چبلی کباب وطنی است. این سه غذا را پخته میکنیم. فرض تایش خی یخته میشه، در بشکه میندازیم 2 ساعت میمونیم، سرکه و بدر سکو سیر و زرچوبهش میندازیم، باز بدر میکشیم 12 ساعت هفته میمونیم، نرم کت خدا باز میکشیم میاریم لیزیش میکنیم. این طرز پخته کردن مایدهش. جگرش دیگه موسات میاریم لیزه میکنیم، پخته میکنیم، جگرش چیز کار نداره. از گذشته های دور تا اکنون بازار کوچه کافروشی
به عنوان یکی از نقاط دیدنی کابل بازدید کنندگان داخلی و خارجی ویژه خود را داشته است و بردگان خارجی نیز در آن بازار و فروش می رسد. سایره که در قفس جنگ میکنه، قفس به قفس که میمونه، بازی سر یکی دیگه خود میخوانه. همین که میخوانه با سایره که زور باشه با سر کمزور، اون خصیت آدمای داره که میگه که کمزور میباشه دیر خودم میاره. سایره مونو رقم مستک. بازی ها قفس در قفس که میمونن که با سر یکی دیگه خود خوب میخوانن. سایره جنگی است که خوب دان بدان میکنن، مستی میکنن. سایره است که هیچ مستی نمیکنن، خدا میپندونه. خلاصش برد بگویم که خدا میپندونه تو فکر کو دیگه او سایره میبازه. جنگ سایره این رقم است که قفس در قفس. سایره است بازی فرق میکنه، از کوی قرخ است، از پغمان است. این سایره پغمان در رقم واسکتی میباشه یا غیو نمیزنه. از طرف غزنی می سایره غیوسی نمیه. دیگه یال سایره فرق میکنه، یال گد خورده است. چیزی که نسل گد خورده، نسل سایره هم گد خورده. یال تا که خوب از پیش خود کلان نشه، معلوم برد نمیشه. کدامش غیو میزنه، کدامش غیو نمیزنه. سایره تا سایره است. بسیاری کسا هست که چوچیش نگاه میکنه زیر دان کست، کل کستی میگن زیر دان کست میبرایه. که بازوراز میگه مثلا جپرشت و شرنگست و جپوری گپارا میگه او را زیر کست میمانن. دیگه حال شوق هیچ قیمت نداره. هر چقدر که بای کنه ارزش داره. و تا همیشه که ما خود ما دیدیم در 40,000 50,000 و 60,000 یک سایره خرید فروش شده. دیگه از او با بالاش که ندیدیم ولی چی دروغگویی نشد بشیم تا همی 60,000 50,000 سایره جنگی را دیدیم که خرید فروش شده. بازو تو سایره است که قیمتاش بالاتر از شوق هیچ قیمت نداره. هر چی قیمت کنه خوش یک آدم بیا میخره. کوچه کافروشی کابل هر روز صداها و هیاهوی خاص خود را دارد، اما روزهای جمعه پر جمع جوشتر از روزهای عادی هفته است. در این روز مردم حتی از دورترین نقاط کابل و شهرهای دیگر افغانستان برای خرید و فروش حیوانات و پرنده های خود به اینجا می آیند. کوچه کافروشی کابل شاید تنها مکان تاریخی در این شهر است که از دود آتش و جنگ های داخلی مسئول بوده و ویژگی های تاریخی آن همچنان دست نخورده باقی مانده است. پیشینه آن به بیش از 200 سال قبل باز می گردد. کوچه به طول حدود 300 متر که عرض پهن‌ترین قسمت آن به حدود 3 متر می رسد. شکل ظاهری کوچه و مغازه ها حکایت از قدامت تاریخی این کوچه دارد، به طوری که پرندگان رنگارنگ و دکان های کوچک گلی اولین چیز است که نظر هر بیننده را به خود جلب می کند. یکی از جاهای جالب دیگه‌ای که در کوچه کافروشی است قسم است که تمام ساختمان‌هایی که اینجا ساخته شدن با ساخت اولیش است. تقریبا هیچ دست ناخورده است و یکی از جاهایی که بسیار جالب بر من بود یک داخل فکر بکنم جایی است که پرنده را نگاه میکنن، مرغا است و بعض پرنده دیگه است. اما جالبتر از این که خیلی توجه مرا به خود جلب کرد اصلا ساختمان و دروازه و ساختار از این است که خیلی زیاد قدیمی است. میریم داخل میبینیم که چیا هست در داخل. فکر بکنم ساختمانایش کابل قدیم وارست. میبینین زمانی که داخل میشین به اینجا عیناً تصویر کابل چندین سال پیش به نظرتان میخوره. یک جای بسیار جالب است. تمام ساختمانایش اصلا هیچ دست ناخورده است. بسیار یک جای جالب دیدنی است. شما هم ببینین و دوباره برمیگردین.
دکان‌های کوچک گلی و کهنه چیزی است که در ابتدای ورود به این بازار دیده می شود و سپس قفس‌ها و پرنده‌های رنگارنگ به چشم می‌آیند. صدای پرندگان در این مکان از هر سو به گوش می رسد. قناری‌ها، کبک‌ها و توتی‌ها لحظه‌ای از خواندن دست بر نمی دارند. در این بازار پرنده‌های از دیگر کشورها نیز به چشم می‌خورد و طرفداران خاص خود را دارند. ماینا را فقط از این چوچگکی باشه باز او را از درخت پایان میکنن، او را میارن خودشان دانه میتن دیگه کلان میشه. نه او کمی کلانتر شد قدش گپ زده میرن دیگه. ماینا میگن، هر چیز میگن، توتی میگن، اشپلاق میزنن، میاو میگه، مثل خلاصه آدم موری گپ میزنه ماینا دیگه. فقط این قیچوچه یک روز 3 روزه و 4 روزه که از تخم بر اومد مردم میارن اینجا میفروشن. بازی را یک رقم دانه میناست، هر چیز گرد داره، او را تر میکنن دادمش میکنن. دیگه پک یاد بگیره وقتا بود 4000 و 5000 بود. حالی به درخ میبینیم که مردم دنبال روزی و دیگه از کار نیست بار نیست، اما گپ که بزنه 1000 و 1200 این متراسه او تو وقت واری نیست. این کوچه در ناحیه اول شهر کابل در منطقه مندوی پشت مسجد پلوخشتی قرار دارد. در اطراف این کوچه مکانهای قدیمی و تاریخی از قبیل سرای مرغ فروشی، سرای سرکه، حمام کوچیک فروشی و مسجد آن نیز وجود دارد. بسیاری از فروشنده های این بازار مکان مشخص برای فروش ندارند و مانند دستفروشان پرندگان و قفسه ها را به این بازار می آورند و می فروشند. کسب کار ما دیگه میانگری است. قیچ سازی میسازیم، ممتاز هم میکنیم، این کارهای کهنه‌کاری و نوکاری میکنیم. بله یاد میشه وای قربان می دست که بچه موگار شد، تقریبا این پشت دست شوگار شد، ولی فعلا کلکایش راست نمیشه. قاط میشه مگم راست نمیشه، اما عضلاتش یک ذره چخ ماند و یک ذره بیروبار کار بود. اون طرف بوجی تو دادش، ایستو سپر نداشتی تو چرخ خودش خیزد، بازم دست شوگار کرد. مشتریان ما زیادترش از شهر کابل است و از ولایت ها میاین. 21 سال میشه که می دکانم است. افراد مسن و ریش سفید با قفس‌های کوچک و بزرگ و رنگارنگ نظر همه بینندگان را به خود جلب می کنند. بیشتر خریداران و مشتریان این بازار مردها هستند. آنها به اینجا می آیند و از میان انواع پرندگان گونه مورد علاقه‌شان را برمی‌گزینند. بعد از چانه زدن با فروشنده آن را می‌خرند و در آخر دانه و غذای پرنده را تهیه می‌کنند. یک تن از دکانداران کوچک و فروشی هستم. لوازم پرنده و یار سودا میکنم، از جمله زنگ کفتر است و قسم‌های مختلف مورعی است، آینی است، پلاستیکی و دیگه از داخل نشانتان میکنم. زنگ آلومینیمی است، بلوری است، کرش است اینجا و دیگه ایست طرف گازهای توتی است، گازکای ریزش است، کاره است، زنگای پاکتکی است، کلسیمشان است به خاطر نسلگیری و تخم دادنشان، دیگه چوبکایشان است، تختهشان است، دیگه طرف هم لوازمش است. چوبکا به خاطر چی است؟ اینی که است نه که است، مردم سمت شمال رسم و رواج گواره دارن، بود از استفاده میکنن. به خاطر چی استفاده میکنن؟ به خاطر همون رفع ضرورتشون. دیگه چی چیزا هست؟ دیگه لوازم کلالیباب است، کاسه است، گیلاس است، جک است، دیگه قفس پوش است به خاطر که پشه نخوریشان، دانهشان تیت میشن. دیگه گلدان داریم ما. دیگه نمی لوازم ما در این کوچه کافروشی به فروش میرسیم. در گذشته قناری را بیشتر از بیرون صادر می کردند، اما حالا در همینجا نسلگیری کرده و به نام قناری های خارجی و فروش می رسانند. در میان دهها دکان پرنده فروشی، دکان های آری از پرنده نیز به چشم می خورد که در تابلوهای آنها نام های شکسته بندی ها نوشته شده که مانند پرنده فروشی های این کوچه مشهور و پر از مراجعه کنندگان می باشد. با یک از این مشکلات داشت، هم به جای بود هم گوش کفاندگی داشت. پایش برش به جای کردیم، بر گوش کفاندگیش هم دوا بسته کردیم.
والا شکر خداوند است، از خدای خود راضی هستیم. بازار ما خوب است، مریضای ما زیادتر از ما از اطراف است که مشتریای ما از اون اطراف میای، خداوند شفا میتیشون، جور میشن، میدن. مریض داریم شکر، مشتری زیاد داریم. والا این شکشته بندی از بر ما از پدر مانده که پدرمون میکرد و در پولیش اینمی شکشته بندی سابق بود، اینمی حکیمی بود، اینمی گپا بود. مردم ها عقیدهش که ضعیف شده دیگه، این مردم ها یک ذره مردم های مدروز شدن دیگه. دویم شکشته بندی کلش که از شکشته بندی کار دست است. ای به دست فهمیده میشه، به دست بجای میشه، رگ باشه، شکشتگی باشه. شکشته را فرض مثال شکشته که زیاد باشه حالا خو هیچ کسی بسته نمیکنه و غیر مربوط دکتر صاحبا میشه. شکشته که فرض مثال یک کسر باشه یا یک درز باشه و معمولی او را بسته میکنن. شکشته بندا گوش کفاندگی یا فرض مثال رگ گپا باشه، حالی خو این کس مردار شده، هر کسی در کس داخل شده دیگه به نام شکشته بند و پالوان. سابق دیگه او مردمای سابق که بود برکت بود و دستشان نیک بود، میفهمیدن و حال دیگه هر گروه خلق گد خورده دیگه. بس انشاءالله زیاد مریض ما همونطور که آمده فرض مثال دکروچی آوردنش به برکت خداوند که دست زدیمش همینجا با پای خود روان شده. یکی دویم دیگه باز ما که هست ما طریقت هم هستیم، اجازه دم و دعا داریم برای مریضی ها. این زردی سیاه در کل جهان جور نشه به برکت خداوند ببرمش جور است. سیاه سفید زرد هر رقم زردی باشه، هر رقم تکلیف های مریضی باشه، اونم یک بوتله و دم کنیم ان شاء الله خداوند شفا میده. یعنی می دکانه که نوش از ما قصابی ما بود، همین اول کالش حالا مربوط برادر ماست، برای شکشته بند دیگه کرا داده. خودم از خاطر آمده بودم که پایین برآمده بود، پیش جناب حکیم صاحب آمدم که اختر بجای کردم. وقت که آمدم یک ذره درد زیاد داشت، صحیح را گشتن نمیتونستم. حالا شکر که پیش حکیم صاحب آمدم خوب شده، دردش مان نگم. همچنان این کوچه یکی از ویژگی‌های دیگر خود را نیز دارد که غذاهای خوشمزه اصیل افغانی نیز در این کوچه پیدا می شود. یکی از این غذاها که در کوچه کافروشی بسیار نام دارد چاینکی یان است. در این کوچه انواع پرندگان از جمله قناری، طوطی، کبوتر، کبک، قمری، طاووس و نیز حیوانات چون خرگوش، گرگ و همچنان پوست گرگ و ربا خرید و فروش می شود. بینندگان گرامی تلویزیون شرق گلوبال سلام بر شما. در برنامه معرفی ولایات افغانستان این بار از بدخشان در خدمتتان هستیم. سلامونه نیکی هیله قدرمن لیدونکو، هیله ده چې ټول به جوړ روغ او صحتمند اوسئ. شرق تلویزیون درنو لیدونکو، زه نعمت الله همت یم له هلمند. سلامونه د شرق تلویزیون درنو لیدونکو، جوړ په خیر. امیدوار هستم که در هر جایی که هستین جور و صحت. زه پرویز څرګند یم له کونړه. د خوست ولایت فرهنګ، تاریخي ځایونه او تاریخي آثار دا ځل په شرق ګلوبل ایچ ډي تلویزیون. سلامونه، زه ایمل ظاهر یم. د افغانستان پیژندنې خپرونو په لړۍ کې دا ځل د هیواد ختیځ ننګرهار په اړه درته معلومات در وړاندې کوو. مسجد و زیارتگاه شاهد شمشیره در یک محوطه تاریخی در قلب کابل در کنار دریای کابل قرار دارد. اینجا شهر طالقان مرکز ولایت تخار است.